بحث بعدی خواب آورها هستند. معمولا خواب آورها رطوبت بخش های مغزی هستند که ساده ترین و اتفاقا مفیدترینشون کاهوه. کاهو یک رطوبت بخش مغزی هست که برای مغزهای دموی که از شدت گرمی نمیتونن بخوابن، برای مغزهای صفراوی که از شدت خشکی نمیتونن بخوابن، یک آرام بخش مفیده. یه بوته کاهو حالا یا خالص یا به کمک شیر انگور، شربت سرکنجبین یا چیز دیگری وقتی که خورده بشه رطوبت به مغز میده و خواب عمیق و لطیفی بدید میاره. و یا خود سرکنجبین رطوبت بخش است. رطوبت بخش های فرح بخش مثل بهار نارنج، عرق بید، عرق کاسنی، اینا رطوبت بخش های فرح بخشن و خواب آور. خواب آورهای دیگه از این حوزه خارج بشه میشه خواب آورهای تخدیر کننده که بجز در شرایط اضطراری که طبیب میخواد تجویز کنه ضرورتی نداره. بعضی از اوقات از شدت ضعف انسان نمیخوابه، از شدت خستگی، از فرط خستگی خواب نمیاد. اینجا باید کمک کرد به خواب، یعنی برخی از کارهای خستگی آور، خستگی تن رو به کمک رفتار از دوشش برداشت. 3 بادکش، 3 ماساژ سر، ماساژ تن، راه رفتن، نشونه کردن سر با برس، این ماساژ میتوانه خستگی رو کاهش بده. خستگی که مرتفع شد خواب پدید بیاد. یا بیخوابی ناشی از شدت ضعف، از شدت ضعف مغزی یا خواب ایجاد نمیشه، یا اگر ایجاد شد خواب خیلی کم عمق میشه، به سرعت از خواب میپره. اینجا باید مغز رو تقویت کرد که تقویت مغز از طریق خوردن بادام، خوردن شربت‌های فرح بخش، شربت عسل و زعفران، شربت برای بهار نارنج، خوردن پنیر و گردو، این تقویت مغز میسره. مراقب سلامتی خود باشید.